سلام دوستان، این بار میخوام راز سطح کیفی روغن‌های ایرانی به خارجی رو برملا کنم و کسایی که ماشینشون روغن کم میکنه 90% راه رو با این راز من رفتن. با من همراه باشید. خب روغن اسپیدی و برند کاری نداریم فعلا، فقط سطح کیفی میخوام آموزش بدم. IPI SG پایین ترین روغن با سطح کیفی در ایران. SG. روغن بعدی IPI SL متوسط رو به پایین، برند مهم نیست، سطح کیفی مهمه. IPI SL متوسط رو به پایین. IPI اینم SL متوسط رو به پایین. این SPD IPIش SM متوسط رو به بالا. این کاسرول دقیقا اینم SM متوسط رو به بالا. و بهترین روغن با سطح کیفی در ایران واسه ماشینایی که مشکل کم کردن روغن دارن عالیه. این روغن تشریف بیارین. IPIش هست SN. دوستان این پست رو شیر، استوری لایک کنین و برای دوستاتون بفرستید.